بسم الله الرحمن الرحیم. خب یک برادر دیگه در باب تکفیر، همین تکفیر ای واجبات است میگه یا که اصل دینه؟ همین گفتن شما گفته باشین یک کتاب نامش گرفتن و ما وای کردن نتونستی سمال خوانده ببرم. بارک الله فیکم. علمای اهل سنت و الجماعه درباره نامگذاری تکفیر از کدام یعنی مسائل قسم دین است گوناگون صحبت کرده هستند، لیکن در تطبیق همشون یک چیز هستند. مثلا شیخ سلیمان السحمان رحمه الله در کتاب ضیاء الشارق في الرد المازق المارد، ضیاء الشارق في الرد المازق المارد صفحه 163 میگن که و یرون اکثر العلماء بل یرونه من واجبات الدین. اکثر علمای اهل سنت و جماعت گفتند انا همین تکفیر را واجبات دین میدونند. نظر کنید به کتاب ضیاء الشارق فی الرد المازق المارد صفحه 163 و در دوامش گفتند که و بعض العلماء یرون التکفیر والجهاد من رکن الدین، و بعضی از علما هستند که جهاد و تکفیر را از رکن دین میدونند. از اصل نگفتند، از رکن و از اصل فرقش است. بالاخره بارک الله فیکم علمای هستند در این زمانه که وقتی که فتنه به وجود آمد در بین موحدین که یک قسمشون گفتند که غلو کردند و گفتند که تکفیر اصل دین است، کسی که تکفیر را اصل دین نگوید کافر است، گفتند و موحدین را تکفیر کرده، به غلو رفته، خوارج به نزد خوارج رفته، حتی بین موحدین کشاکشی شد. بعضی از علما گفتند که ما تکفیر را نه اصل دین میگیم نه واجبات دین میگیم، بلکه میگیم که این یک امر الله هست، یک طلبات الله هست که ما باید چگونه که الله خواسته انجام بدیم. یعنی هر کسی رو که الله تکفیر کرده تکفیر کنیم و هر کسی رو که الله تکفیر نکرده یا از تکفیر کردنش ما رو منع کرده بازیستیم. یعنی هر کسی رو که کفر شرکش رو دیدیم باید تکفیر کنیم و هر کسی رو کفر شرکش رو ندیدیم و اسلامش رو ظاهر دیدیم تکفیر نمیکنیم. و عاذری رو اگر علم داشته باشد تکفیر میکنیم، اگر جاهل باشد، شبهه داشته باشد، تعویل داشته باشد، اول حجت رسونده بعد تکفیر میکنیم. شیخ الاسلام سلیمان ابن عبدالله در کتاب تیسیر العزیز الحمید شرح کتاب التوحید و در کتاب درر هم این ذکر میکرد. بارک الله فیکم. پس علما میگن که العبرة بالحقائق لا بالاسماء. عبرت به حقیقت عمل است نه به نام. نام هر چه خیلی مونده ممکن است. میشود که بگویی که تکفیر از اصل دین است، یا بگویی تکفیر از معلوم من الدین بالضروره است، یا بگویی تکفیر از واجبات است، یا بگویی تکفیر از طلبات شریعت است، یا بگویی تکفیر از رکن است. و بعد از این همون تکفیری که میکنی موافق شریعت باشد، غلو هم نداشته باشی، تفریط هم مثل جهمیه نباشی. در باب تکفیر وقتی که نامش رو هر چیز گذاشتی، زیرا که نامگذاریش از باب اجتهاد است، در قرآن نآمده است که در یگان جایش تکفیر از اصل دین یا از واجبات گفته باشد، در سنت هم نآمده است. این علما اجتهاد کردند، نامگذاری کردند. نامش رو اگر اصل گفتی، واجبات گفتی، مقتضا گفتی، رکن گفتی، طلبات گفتی، باکی ندارد، اما باید عملی که میکنی در همون تکفیر کردن موافق همون اراده الله و رسول، موافق قرآن و سنت و فهم صحابه باید تکفیر کنی، نه غلو کنی نه تفرید کنی. یعنی نه به جانب خوارج بروی نه به جانب جهمی بروی. اما امروز مشکلی همین است که بعضی ها از جهلا مقصد سخنهای علما را نفهمیده، بعضی طالب علم گفتن هم نمیشه اینو، طالب علم ها که در نزد علما تعلیم نگرفتند، خودآموزی کردند، سخنهای خطا میفهمند، کتابهای گوناگون نخوندند و یک کتاب فهمیدند یا خوندند و دیگر همون فهمیدن هم نمیخواهند. اینها میگن که تکفیر اصل دین است. کسی که تکفیر را اصل دین نگوید کافر است، گمراه است. اعوذ بالله. به خاطر نام شده یک مسلمان را تکفیر میکنند. این غلو است. ما اینا انکار کرده بودیم در سالهای خیلی گذشته، در درس ها ما وجود دارد و امروز هم انکار میکنیم. بلکه تکفیر از اصل دین نیست. تکفیر این اصلی بگویم از اصل
کفر بالطاغوت است یا که رکن کفر بالطاغوت است، از کفر بالطاغوت است، از براءت است. برای همین علما میگن که تکفیر اصل من الاصول است. تکفیر یک اصل هست از درون دیگر اصل ها. مثلا اصل دین کفر بالطاغوت یا که براءت است. تکفیر از درون اصل دین و کفر بالطاغوت است. و همین سخنی سلیمان السحمان است رحمه الله، چهل که کتابش را ذکر کردیم. بعضی از جهلا سخنی شیخ خالد المرض الغامدی را از کتاب نواقض الاسلامش میآورد، میگد که شیخ گفته است که تکفیر من اصل الدین. مرحمت به کتاب دیگری شیخ خالد المرض الغامدی نظر بکند که شیخ خالد المرض الغامدی در کتاب معتقد التکفیر میگد که التکفیر رکن من ارکان الدین. تکفیر رکن از رکن های دین است میگد، یعنی رکن از درون دیگر رکن ها هست میگد. یعنی خودی شیخ خالد المرض الغامدی درباره تکفیر در یک جا اصل دین گفته، در یک جا رکن از رکن ها گفته و در یک جا مقتضا و طلبات گفته. حتی در یک جا براءت را بگویم کفر بالطاغوت را، براءت را میگد که طلبات و مقتضای لا اله الا الله است. از همین جهت ما یک سخن را گرفته دیگر سخن را نباید ترک کنیم. کسی که تکفیر را اصل دین میگوید، بعد از این اگر بگوید که ما مشرک ها را تکفیر میکنیم، کسی که مشرک را تکفیر نکند اگر علم داشته باشد او را تکفیر میکنیم، اگر جاهل باشد حجت رسانیده تکفیر میگیم، در اصل سنت است. به شرطی که کسی که تکفیر را از اصل دین نگوید او را گمراه میگیم، کافر میگیم نگوید. مثلا احمد ابن عمر الحازمی حفظه الله و فک اسره تکفیر را از اصل دین میگوید، اما در تکفیر عذری با شرط ها مونده. اگر اصل دین باشد چرا شرط میماند؟ و بعد از این تکفیر را اصل دین گفته، اما دیگر علمایی که تکفیر را مقتضا و طلبات گفته یا واجبات گفته اونها را تکفیر نکردند احمد ابن عمر الحازمی. اما امروز بعضی از جهلا برآمدند میگن که تکفیر اصل دین است. بعد از این اجتهاد میگن اگر اصل دین باشد کسی بیاید تکفیر را اصل دین نگوید، طلبات لا اله الا الله، مقتضا، واجبات، رکن بگویم توحید یا رکن کفر بالطاغوت یا براءت، این خیلی سخنها کند میگد کافر است. و به همین حجتش علمای اهل سنت، مجاهدین، هزارها علمای اهل سنت را تکفیر میکرد. حالا که سلیمان السحمان علامه اهل سنت و الجماعت در کتاب ضیاء الشارق فی الرد المازق المارد صفحه 163 خیلی گفتند بسیاری علما یرونه من واجبات الدین گفتند، بل یرونه من واجبات الدین، و بعض العلماء و بعضی از علما این رکن جهاد و تکفیر رکن از رکن ها میدانند، نه اصل رکن از رکن ها. سلف صالح در زمان خودشان یک مسئله را به خاطر مهم بودنش اصل میگفتند. کسی که مذهب سلف صالح را نمیداند از همین جهت گمراه می شود. مثلا از سلف صالح روایت است که گفتند الورع من اصل الدین، گفتند ورع پرهیزگاری از اصل دین گفتند. حالا که پرهیزگاری از اصل دین نیست، یعنی کسی که پرهیزگار نباشد کافر است نمیگیم، کسی که پرهیزگار نباشد ما میگیم این فاسق است، گناهگار است. بعضی پرهیزکار نکردن به درجه گناه کبیره براتون کفر اکبر نمیکند. مثلا بعضی در مسائل شبهناک چیز شبهناک دست میزنند. و بعضی از سلف صالح نماز گفتند الصلاة من اصل الدین گفتند، در حالتی که نماز به عقل و به فطرت فهمیده نمیشود. از همین جهت علمای اهل سنت و الجماعت مسئله اصل دین و مسئله مقتضا و طلبات واجبات را جدا کردند. گفتند اصل دین همون چیزهایی هست که پیامبر در اول به همون دعوت کردند، در قرآن و سنت صریح است. و اساس چی است؟ علی بن خضیر میگن که اساس این است که اصل دین به عقل و به فطرت فهمیده می شود. برای همین مشرکان را ما تکفیر میکنیم، زیرا که اونها در اصل دین چی به مشکلی رفتند. ترک عبادت غیر الله اصل دین بود، اما اینها عبادت غیر الله کردند. پس اونها در اصل دین را ترک کردند. توحید ندارند، اصل دین را ترک کردند. به شرک رفتند، اصل دین را ترک کردند. اونها باید به عقلشون و به فطرتشون میفهمیدند که این شرک است. اصل دین به عقل و به فطرت فهمیده میشد، اما نماز، روزه، حج، زکات، تکفیر، جهاد این به عقل و به فطرت فهمیده نمیشد، بلکه فقط به شریعت، به قرآن و سنت فهمیده میشد. از همین جهت کسی که به او قرآن و سنت رسید تکفیر نکرد کافر میشد. کسی که به او حجت نرسید یا جاهل یا تعویل یا بگم شبهه کرد
در این حالت اول حجه رسانه بعد تکفیر کرده میشد. بارک الله فیکم. اگر اصل دین گویم عذری رو این خیلی گفته نمیشد. استاد اما کتاب غامیدی را دلیل آورده بود که جوابش بده. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم. ما ببینید کتاب‌های علما رو در یک مسئله اگر خواهید که عمیق بکنید، نه فقط یک عالم رو بلکه همه عالم رو بگیرید. یکم مسئله. دوم همون خود عالم رو، نه فقط یک سخنش رو بلکه یک چند سخنش رو در همین باره نظر بکنید. مثلا خالد بن الغامیدی در باب تکفیر نواقض الاسلام اند درباره تکفیر در شکننده سیون گپ زده، در مقدمش گپ زده. این چنین کتاب اسماء و احکام کتاب دوم درباره تکفیر دارد. این چنین معتقد تکفیر درباره تکفیر با کتاب دارد و درباره عذری ها. این چنین العذر بالجهل با کتاب دارد و این چنین پنجمین یک رسالهش درباره عذری است. شیخ مرد الغامدی میگه که التکفیر اصل التکفیر من اصل دین. این دیگر مسئله است. اصل تکفیر از اصل دین است گفتن دیگر مسئله است. زیرا که بله آیا در دین ما تکفیر هست یا نیست؟ انا همین دانستن از اصل دین است. اگر ندانی در دین ما تکفیر نیست گویی کافر میشوی. در دین ما تکفیر هست بگویی، اما تطبیق تکفیر این از طلباتی چست؟ واجبات است. این سخن خود شیخ خالد بن الغامدی در کتابش وجود دارد. اما تأسف، جای تأسف است که امروز بعضی از جهلا نامش رو گرفتن شرط نیست، نامش هم گرفتن هم نمی ارزد. زیرا ما میدونیم که بسیار برادران موحد خیانتکار و جاهل بودن ای رو به ما چندین وقت پیش بیان کرده بودند. حتی خودی بنده دفاع میکردم که این چنین سخنها نگویید. وقتی برادرها گفتند که علمای ربانی و مجاهدین رو تکفیر کرده، ما باور نکرده بودیم و ما دفاع کرده بودیم. اما بالاخره در همین موضوع برآمد ما رو هم میگه که یعنی تکفیر اصل دین است. کسی که اصل دین یعنی تکفیر اصل دین نگوید کافر است. چه خیلی که در گرد اطرافش بوده انسان ها اینو خوب میدونند. بالاخره ما دعا میکنیم که الله هدایت بکند و این یک فتنه است و این یک فتنه در بین یعنی مسلمین است که ما باید احتیاط باشیم و ما وقتی که حق رو بیان میکنیم باید در ضوابط شرع باشیم، در دایره شریعت باشیم، از حدود الله هم تجاوز کرده پیش نبرویم، غلو نکنیم. الله لا تغلو فی دینکم، غلو نکنید در دینتون. هم اهل کتاب هم من شما مسلمان ها نباید در دینمون غلو بکنیم. خوارج ها شجاعت داریم، ما زور هستیم، ما همه تکفیر میکنیم. گفته غلو کرده در تکفیر تسلسل و تکفیر بدون مکفر داخل شده و صحابه های تکفیر کردند. اعوذ بالله. خوارج حضرت علی رضی الله عنه را در نماز رفت خنجر زد به قتل رسانید عبدالرحمن ابن ملجم. بعد از این گفت که تقربا الی الله، من علی را میکشم و همین کشتن علی رضی الله عنه را همچون یک عبادت میدونم. تقربا الی الله، علی را کشتم میگه. خوارجا را ببینید چقدر گمراه شدند. و از جانب دیگر جهمی ها ضد خوارج ها برآمدند و عذری شدند، تکفیر کردن را بالکل انکار کردند. از یک جانب جهمی ها میگد که تکفیر را الله از ما نمیپرسد، تکفیر این وظیفه من نیست، وظیفه تو نیست، تکفیر یک چیزی عادی است، مستحب است، تو هیچ چیزی نیست. اعوذ بالله. جهمی ها از یک جانب غلو کرده ها برآمدند. خوارج ها یا کسایی که به منهج خوارج در باب تکفیر هستند، اینها برآمدند تکفیر اصل دین است. کسی که تکفیر اصل دین نگوید، اگرچه تطبیقش مثل قرآن و سنت باشد، تطبیقا اگر مثل قرآن و سنت تکفیر به جا بیارد هم همین اصل دین نگوید، کافر است میگه، گمراه است، کافر است به این معنی. اینا غلو کردن. ما در بین است. ما نه مثل جهمی ها تکفیر نابود میکنیم و انکار میکنیم و نه مثل خوارج و غلو کرده ها در این باب غلو میکنیم. وسط هستیم. میگوییم هر جایی که الله و رسول تکفیر کرده تکفیر میکنیم، هر جایی که صحابگان و سلف توقف کردن توقف میکنیم. کفار و مشرکین در نزد ما عذر ندارد، مشرکین است. عاذر الکفار و مشرکین اگر علم داشته باشد کافر است و مشرک است، اگر جاهل متأول باشد شبهه دار باشد به او قرآن دلیل قرآن و سنت رسانیده میشد و بعد از این اگر توقف کند تکفیر کرده میشد. خیلی که علمای اهل سنت و الجماعت از سلف صالح متقدمین تا علمای نجد و امروز این سخن بیان کردند. نه غلو و نه تفرید. بارک الله فیکم. به خاطر هیچ کسی شده نباید دین دیگر بکنه. مرامت کسی که میگه که تکفیر کسی
اصل دین نگوید گمراه است. مرحمت شیخ سلیمان السحمان علمای نجد تکفیر کرد، گمراه گفته تکفیر کرده است.